خب دوستا سلام، امید که جور و صحت و سلامت باشین و به یک ولاگ بارانی و چکر ما و ابیا جان خوش آمده. ابیا جان سلام بده بابا. سلام. کجا میری بابا؟ بس مجسمه بدم. پیش مجسمه میری؟ نه. خب دوستا ما میریم آیسته طرف یک پارک است که بخیر ابیا جان اونجا چکر میبرم. از چند روز پیش همه تو در شبکه‌های اجتماعی زیادی پارک بیننده پیدا کردم. خیلی از این پارک بازدید میشه و ما ابیا جانم بریم ببینیم کجا چی است. و ها ایران بگم که من خودم این پارک پیدا نکردم. ابیا جان دیده موبایل قدیمی مرا میگیره، میشه وقت سیل میکنه یا تیک تاک یا یوتیوب یا هر چیز دیگه. بعد پارک دید یک دفعه آورد مرا نشان داد که بابا اینجا بریم. تا که پیدا کردم چند روز طول کشید و حالا هم ابیا جان اونجا میبرم. شما دوستا یک چند تصویر ببینین، بعد انشالله در ادامه با شما هستیم. امروز کمی بارانی هم که هست، ببینیم که اسلو چقدر باران میبارن. طرف های ما خب باران کمه، ببینیم اسلو چقدر باران میبارن. نشان بده. یه نسایه نشان میده. دکور. دوستا شما هم بیننده باشین تا که ما برسیم در پارک. Selom man skriver i appen. Ja, du skriver det er veldig åpen, så trenger ikke å komme her. Og jeg måtte vente i 5 minutter. Han hadde ikke kansellert. Han har tatt 5 minutter. Ja. Jeg ventet i 5 minutter. Jeg skriver til han kanseller turen. Han sier det er ditt ansvar. Det er ditt ansvar. Vi har lov til å kansellere 5 minutter. Hvis det er 5 minutter, vi kan kansellere. Vi kan forsøke 5 minutter. For eksempel, jeg vet på deg på butikk. Så hvis jeg tar mer enn 5 minutter, hvis jeg kansellerer den, så det er for å type. Vi har 250 meter. Ja. خب دوستا دیگه کم کم نزدیک میشیم به پارکی که میخوایم بریم. چند تصویری از بیرون شما ببینین تا که میرسیم.
Ruby Harivan. هم؟ Rahat. یاد پیکر در بود تو Escolar torna. Ciao, canelle. Setiyo. Aşkım mı ya? ابیا جان چی میگی تو؟ Ciao, setiyo. Tekele. Aşkım mı ya? هم؟ Morama. Madam. خواب داستاینیام پارکی است که ما و ابیا جان آمدیم بریم ببینیم که چی رقم است و چی هست اینجا. از تو که معلوم میشه اینجا زیادترش آرتیستا بوده، یعنی هم هنرمنده آمده هنر خودانه به نمایش مانده اینجا. نمیفهمم که ابیا جان این چیزا رو از کجا پیدا میکنه. خب شوقش از سالا آورده میشه. این هم یک ویوی از منظره از خود اسلو است. شما میبینین روی تصویر İstedim. یک رستوران است اینجا، شاید بسیار قیمتی هم باشه، زور هر کسی هم نمیکشه در این رستوران تا بره. بله همون چیزی که گفتم همون چیز است. اینجا یک رستوران است. İstedim. Şu şut. خب دوستان اینی هم از توضیحات پارک است که در نروژی نوشته است. آهسته وادا بیا بریم. برو. یکی از آرت ها است که از 2018 ساخته شده به نام آرتیستش است جوم پلنسا. 2018 ای را ساخته اینجا. چیزی قشنگی است. میام هوای نروژ و یک تصویر یا همون منظره زیبا. دقیقا آل سر کوه قرار داریم که از این پیشتر میریم که تا در خود پارک برسیم. بیام ابیا جان. ابیا جان کجا آمدی بابا؟ پارک آمدی بیا دیگه بیا بریم بیا.
ما از تصاویر لذت ببرین دوستا تا ما برسیم در جای اصلی. یک چند آرت دیگه هم هست، یک چند هنر دیگه هم هست که اونا رو هم باز روی تصویر میارم بخیر. این پارک دقیقا سر کو و در مابین جنگل است به نام اکبرگ پارکن. نروژ و تلفنو گو اوکی. نروژ در طبیعت خود بی‌نظیر است، خیلی طبیعت خوب داره، خصوصا در تابستان دیگه واقعا نروژ بهشت است. و اوکی bara gå då. باش که بریم ببینیم که اینجا دیگه چی چیزایی هست. اون بیا دیگه مجسمه بابا، مجسمه. یا یک هنر است که مارکوس لوپرز نامش است، در 1995 جور شده دیگه. همین پیشتر از یکی از این نروژی ها پرسان کردم که یک جایی هست که در درخت های اینا یک رقم لایتس بگم یا گروه بگم آویزان کردن که خیلی خیلی خوبش معلوم میشه. آبیا آمار دیده بود. نو بابا اینجا بریم. از او که پرسان کردم گفت یک کمی بالاتر است، کمی بالاتر میریم که بخی تقریبا در سر کو میشه دیگه، در سر دیگه کو البته، که گفت اگه شو بیایی یعنی منظره بسیار خوبش است دیگه. ما شو آمده نمیتونم قده بیا جان که شو بیایم، چون اینجا شو دیگه خیلی تاریکی میشه و نمیشه که بیایی. سالا ما آمدیم ببینیم که چی هست، چی رقم است که بیا جان اینقدر توجهش به خود جلب کرده. برو دیگه تو پیش پیش برو بابا. یه ما بیا جان که از طبیعت لذت میبره. ابی مامان کجا آمدی؟ مجسمه بریم. خب بریم دیگه، میریم الالی در او. خب
اوکی. یک نمونه هنر دیگه ای است. برو. ابیا جان همی چیزا رو دیده که توجهش به خود جلب کرده و مرا مجبور کرد که بیایم قدش. و امرای است که در او میاییم و میریم بالا شویم تا برسیم در جایی که زیادتر ابیا جان همو توجهش به خود جلب کرده بود. یا دیگه برو دیگه. بیا دیگه. باز اینجا میریم. بیا. دوستا بیا دیگه بالا شده نمیتونم. من مجبور هستم که ایره بغل بکنم تا برسیم ده جایی که مقصد است. قرار نبود که امروز باران بکنه خب ولی باران یک دفعه گرفت دیگه. خب باش از بغلم دیگه بابایی. ما زیر یک درختی ایستاد شویم که تا که باران کمی کم شوه و بعد برای خود ادامه بدیم. دوستا بارش نام ایستاد شدن نمیگیره و من ابیا جان چتری داده میشه که در سر خود بگیره تا تر نشه از زیادتر تا بریم در اون جایی که مقصد است برسیم. بیا بی. هم دقیقا جنگل قرار داریم ببینیم که تا جایی که مقصد است میرسیم یا نه امروز.
ابی چتری در سرت بگی بابا. ابی جان چتری در سرت بگی بیا بابا. خب بیام یک هنر دیگه. اینا از هر چیز یک هنر جور میکنن. از هر چیزی که به درد نخوره ببینن چه چیزهای زیبایی اینا درست میکنن. Unnskyld? Unnskyld? Lysene er der borte, ikke sant? Lysene. Pipilotirist. Vi er rett ned i skogen der. Rett ned i skogen, ja. Ned der. Den veien. Det er letteste å se dem er hvis du går ned der, ned bakken, Ned bakken. holder til venstre. Ja. Når du kommer til et kryss, så ser du dem igjen. Den ligger akkurat som Ok. i skråningen. Ja, så jeg har Ja. kommet feil. Jeg må bare gå Der igjen. ned sånn, og så opp. Ja. Takk. Og det er veldig fint da. Ja, jeg har hørt mye om det. دوستا در این شرایط بارانی مثل دیوانه آوره من کامرا در دستم و بلاگ میگیرم در مشکل است. ایره ببینن از خودش که چتریش کلان است. قرار نبود که بارش بکنه. خب حالا باران کده یک چیزی مثلا زاپاس داشتم که دویا دادم تا که ابیا جان تر نشوه. ابی مامان چتری در سرت بگی دیگه. الان دیوانوار روان هستیم طرف جایی که چون که مقصد است همونجا برسیم. زیبایی اونجا رو ببینین باز شما. یعنی ارزش داره که در باران تر شوم ولی اونجا رو باید نشان بدم. چون این 15 سالی که میشه من تو خودم متوجه از این چیز نشده بودم چون کار بودم درگیر بودم ندیدم. ولی ابیا جان که از وقتی آمده چیزایی رو پیدا میکنه که اصلا باور خودم نمیشه. یعنی من در 15 سال اینجا بوده میش سال 16 است که اینجا هستم همچین چیزایی رو من پیدا نکرده بودم. من درگیر مشکلات درگیر روزگار و زندگی بودم. زیاد در فکر چکر و چیزا نبودم خدایش. حالا که ابیا جان آمده میرم جایی که ابیا جان بخواه خوشش بیه همونجا میرم. بارانم کم کم شدت گرفته و ابیا جانم که چتری داره. برم. اینجا نه اینجا نیست اینجا است بیا. یعنی خیلی دور بوده ای. اثر دیگه ای. ببینید اینجا چقدر خوب اینا رو نگاه میکنه. و یک بوتای بامیان است که توسط دهشت افغانان خراب شد. اینجا اینا این چیزها رو خیلی زیاد اهمیت قائل هستند برش.
خب دوستان دقیقا جایی که میخواستم برسم دیگه رسیدیم. همون جایی را که ابیا جان دیده بود خوشش آمده بود او است اینجا.